تبریک میگم. محمد فشار، محمد فشار. از امشب راننده کامیون شیفت شب شدی. باز دوباره تک و تنها خارج. دستمزدت خوبه ولی اگه میخوای محموله رو برسونی و زنده برگردی باید این قوانین رو دنبال کنی. قانون اول، همیشه نور بالا رو روشن نگه دار. ممکنه جاده خلوت به نظر برسه ولی تو اونجا تنها نیستی. قانون دوم، اگه تو مسیر تابلوی بن‌بست دیدی اصلا توقف نکن و ادامه بده. وقتی چراغای جاده از کار میافتن یعنی چیزی متوجه حضورت شده. فقط سرعتتو بیشتر کن. قانون سوم، اگه رادیو خودش روشن شد و صدای نویز پخش شد زود ماشینو نگه دار. چشماتو ببند و تکون نخور. حتی اگه یکی در رو باز کرد. قانون چهارم، اگه از پشت کابین صدای ضربه شنیدی واکنش نشون نده و به مسیرت ادامه بده. ساعت 3 صبح گوشیت زنگ میخوره. اصلا جواب نده و پیام ها رو باز نکن. قانون پنجم، اگه دیدی یه نفر وسط خیابون ایستاده و دست تکون میده توقف نکن. اگه قبل از اینکه بهش برسی ناپدید شد دیگه تا مقصد به صندلی شاگرد نگاه نکن. Темная ночь, только пули